چون الان عصبانی؟ مامان چرا اینجوری میکنی؟ من نمیخوام صبح زود باشم، زور باشم، نمیخوام تو هم اینجوری مطرح کرده باشی. مای من چی کار به تو داره مامان؟ دوست ندارم. خب الان این حجم از عصبانیت واسه چیه گندو؟ اونا نمیدونم من دوست دارم صبح بخوابم. بعد کی گفت دستم بعد صبح زود پاشیم کله زور پای نشیم؟ یا علی دنبال منطق این کار میگردی؟ آره کی گفته؟ ها؟ نمیدونم میخوای به مؤسس این چیز صحبت کنی اون قانون تو دنیا. بیگو چرا باید تو مدرسه زود بیدار شی؟ دوست ندارم. باشه اوکی